درود گپ و تران پنجمی بارا واشاد که مرچی ما بلوچستان انسانی حقوق باره گو مدیر کمپین فعالین بلوچ واجه عبدالله عارف گپ و برکنیم. واجه عبدالله واشاد که می برنامه سلام و جانگو و همچنین بینندگان محترم ها سلام عرض کنم. زندگ باته ما پیسر چهار چیزیه ما در مورد اعدام آنگو شما برکنیم چه که یه من خوش نصیبی بیته البته گو شما را یه برنامه امدیوان بیته که شما برای 5-10 سال اخیر بلوچستان انسانی حقوق باره سک باز کوشش و جهد کتگ یه آمار بالای اعدامه که انی یک دو ماه اخیر بیته ما ایشان باره لوټه جوس بکنیم که چی واسه هر سال که مثلا یک دو ماه آخر سالا بلوچانی اعدام مثلا گشتر بی تو گشتر بلوچ اعدام به مختلف زندان ایران تو که و انی هم دسامبر ماه یا نوامبر سک باز بلوچ ایران تو که به حال اعدام بیتگ شما ما را گشتر توضیح بده که یه زندانی کیان چی واسطه اعدام بیتگن تو چی واسطه یه 2-3 ماه آخر سال اعدام گشتر بند. حقیقتی قضیه اعدامان در بلوچستان تو که سیاست دولت در چند سال اخیر بی‌اداب بیده که هر 2-3 ماه تو که یک اعدام فعلی انجام داد در مورد بلوچان، چه در داخل بلوچستان و چه در زندانهای دیگه در شهرستانهای دیگه که بلوچ بود زندانه تعداد گسترده اعدام کنته 15 نفر بر 16 نفر و گیش بنته رسی. بعد از آن دوباره یک کمی وضع آرام کنته دوباره بعد از چند ماه همی اعدامان سر گرفت. ما اتفاقا قبل از انتخابات رئیسی هم ما را باز این تعدادی از بلوچان اعدام بیته. انتخابات رئیسی که دوباره یک کمی خاموش بی وضعیت الان دوباره چیز بیته. دولت وقت محددی چی نکنته برای اعدامان تعیین نکنه ولی خب همیشه سیاست دولت چی بیته که یه تعداد زیاد از بلوچان اعدام کن دوباره مسئله خاموش کن تا کمی مردم آرام بگیرن دوباره اعدامان شروع کن. البته بعضی از اعدامان با اوضاع سیاسی منطقه هم که هستن ربط داده. ما مثلا لطی بلوچ بیته در زمان برجام اعدام بیتنی در آخرین ملاقات مردمش گوشتن که ما را زندانبانان گوشته اگر برجام موفق بید ما شما را اعدام کنه چون زانند وقتی که مثلا الان گفتگوهای به اسلام ما بگیرن برنامه اتمی که پیش رو وگین حتی خود جهان غرب زیاد شاید فوکوس مکنه رو قضیه اعدامایی که انجام گرفته یا نقض حقوقایی که در داخل انجام گرفته چون غرب هم یه قضیه مهمه که گفتگو به نتیجه برسید یه سری مسائل به اصلاح چشم پوشی کنته. دولت ایران هم از یه مسائل استفاده کنته و تعداد اعدامان بالا بارته اما قضیه شی نه. خب قضیه مشکلش این که دولت در زمینه مواد مخدر با اینکه اصلاحیه که اصلاحیه مجازات در مورد مخدرات و قانون مجازات مواد مخدر آمار ایران پهگوشن در تمامی استانا آمار اعدام اصلا کلا کاهش پیدا کرده فقط در بلوچستان که آمار و افزایش پیدا کرده. این دولت یه اصلاحیه در مورد بلوچان متاسفانه اجرا نکنه با کوچکترین بهانه با کوچکترین جرمی حتی کسایی که اصلا شاید ارتباطش بیته با مواد مخدر بالاخره قربانی یک بازی کثیفی بیته متاسفانه شاید از طرف بعضی از شهروندان شهرستان‌های دیگه اغفال بیته و مواد آنان دست گرفته یه شانس را حکم اعدام صادر بیته زندان و اعدام هم صادر بیته. در واقع ما احساس کنه دولت به صورت خیلی آمدانه بلوچی مورد هدف قرار داده به خاطر قومیت و یه اصلاحیه هایی که اجرا بیته در مورد اصلاحیه در مورد مواد مخدرات کرد در مورد بلوچان صدق نکرد و دولت هم سیاست قدیمی ها انجام ده. یعنی حتی اگر ما قضیه باروری به اصلاح زایمان زنان و فرزند آوری ما بچاره در تمامی استانان تشویق کنه به اصلاح که جنینان چوک بیارن تا بالاخره فرزند خانواده هم فرزندش گیشیر ببی اما یه سیاست ها در بلوچستان اجرا نکنه بلکه ما سیاست به اصطلاح که فرزند کمتر و نزو زندگی بهتر. حالا ما قضیه مسئله باز دخالت نکنیم ولی دوگانگی سیاست دولت ما شرح ده در استانایی که به نفعی هسته
یه سری مسائل بیشتر اهمیت داده، اما در مورد بلوچستان به خاطر قومیت بلوچش به یه سری برنامه‌های خاصی هستن، حالا به خاطر از بین بردن بلوچ، به خاطر کم کردن جمعیت بلوچ و بالاخره اینکه به قوم بلوچ ضربه بجنته. زندگ باته. من گشتری موضوع پچکنی چه که شما 3-4 موضوع ده اشاره کرد. یک موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی و برجام مسئله و دیگه مسئله هم که شما در مورد به هر حال زندانیان و سیاست دوگانگی سیاستی که جمهوری اسلامی هستیم. به هر حال سیاست خارجی ها یا برجام ها یا همین نشست‌های بین المللی بگویند این خارجی کشوران پیچ و تاثیر هستی که ایران تو که نقض حقوق بشر به هر حال کمتر ببینید و اپوزیسیون یا گروه های حقوق بشری انچو که شما وقتم به هر حال در دنی ملک کوشش کنگاهی که ایران گشتر فشار بیارید. آیا شما مثلا این گودنا فعالیت انچو گندگاهی که انچه فشاری به هر حال اروپا، آمریکا یا قدرت بین المللی ایران بیارن؟ حقیقتی مسئله دو جنبه هسته. ما در کمپین فعالین بلوچ تا جایی که تون تسایق با سازمان‌های حداقل حقوق بشری بین‌المللی، هیومن رایتس واچ یا سازمان عفو بین‌الملل مثل ارتباطات برقرار بکنه و سازمان‌های دیگه که وزن سنگینی هستن در زمینه حقوق بشر، ما سعی کنیم میشه ارتباط برقرار کنیم، گزارش وضعیت بلوچستان رو برسونه. اما مسئله ایشن که قدرت‌های سیاسی حقیقتی در غرب اگر ما بچاره جدیت کافی نشان ندهند، شاید به صورت عمومی گپ بکنند، به دلیل اینکه گزارش‌های مرتبی که در مورد نقض حقوق بشر ایران که صادر بیده، کشورهای اروپایی در این زمینه با جدیت پیگیری مسائل نه آنچه که گزارش‌هایی که صادر بنده مصالح وطا در نظر گیرنده، در جایی که مصلحت آنان قضیه حقوق بشر را برجسته کنند و جایی که هم که به نفعش نه یه مسئله چشم پوشی کنه. اما سازمان حقوق بشری و تی کارا کنه گایا حقیقتی، ولی خب آنان یه سری قدرت‌های محدودی هسته. ما اگر بقیه سازمان‌ها بیچاره همیشه در مورد گزارشان در مورد ایران گزارش نویسته گایا و در مورد نقض حقوق بشری که انجام گرفتن گزارش رواگن، ولی یه نکته دیگه هسته. انگه ما در بلوچستان یه قضیه این که خانواده‌های بلوچ، خانواده‌های اعدامی یا خانواده‌های زندانی یه مسائل از نظر حقوق بشری پیگیری بکنه، متأسفانه یه چیز انجام نگیره. ما معذرت لوتو یه نکته لوتو اشاره بکنم. متأسفانه مثلا اگر ما بچاره اعدام‌های بلوچستان یه مسئله خیلی مهمه که اگر ما یه مسئله ها گشتر به اصطلاح فوکوس بکنه، گشتر خانواده‌های اعدامیان در آخرین روزها فقط و سازمان حقوق بشری تماس گیرن و ما تماس گیرن که وقتی که یه زندانی عزیزش به قرنطینه منتقل بشه، یعنی یک روز بعد و احتمال اعدامی هسته، وقتی ما در یه مورد با سازمانان که تماس گیرن، سازمان حقوق بشری که کاری بکنن ته گوشه آخه در یک روز هیچ کاری کنگ نبیته، حداقل روزی که حکم صادر بیته شما یه مسئله به ما خبر بدادین تا ما بتونیم گشتر کار بکنیم یا موضوع سر کار بکنه. ولی خانواده های بلوچ متاسفانه یا اما تواناییش نیستن خیلی از خانوادهان، یا اینکه مورد تهدید اطلاعات و زندان قرار گرفته میشه. اگر لوچه شما چوک آزاد ببیته نباید خبر به سازمان حقوق بشری برسونه، نباید یک کار رسانه‌ای بکنه. و از طرف دیگر متاسفانه دلال‌های خون آشامی هستن که با خون شهروندان بلوچ معامله کنن. زندانیان اعدامیای ما را هست وقتی ما خانواده گپ کنیم بنده خدا ماتی که دار و نداری بوقت و چوکا نجات بده، همین دلالان قول داده این چو 100 میلیون بده این چو چی بده که ما چوکا آزاد کنی ایشیا دیگه و لوگ و زمین و دگار و پاکین چیز بوها کتن که بلکه چوکی آزاد ببیته، با اینکه حقی نه حق چوکی اعدام بیته، شاید برای 10 سال زندان بی 5 سال زندان بی یه چیز واقعیه در حکم صادر بی، اما حکم اعدام یک حکم به اصطلاح ظالمانه بیته. گشرین احکامی هم که اعدام صادر به احکام واقعی نه، مناسب نه با جرمی که زندانیان بلوچ مرتکب بیتگن. ولی قضیهشون یه دلالان از این وضعیت سوء استفاده کنن. خیلی از خانواده‌یان با امید از یک طرف با وعده وعید و تهدید از یک طرف ساکت کنن که مسائل اعدام در بلوچستان فقط در آخرین لحظات یا اینکه در روز اعدامات که اعدام کنگ بی یه قضایا ظاهر بنده، با اینکه حکم اعدام شاید چند وقت پیش، 1 ماه پیش یا قبل از آی هم صادر بیده، اما خانواده‌ان یه مورد سکوت کنه که ما امیدواره شما رسانه‌یان یه
مسئله برای شهروندان بلوچ توضیح بده که اهمیت گزارش دهی به سازمان‌های حقوق بشری توضیح بده تا مردم گشتر یه مسائل نقض حقوقی که برای آن اتفاق کپی توضیح بدهند، گزارش بدهند. دقیقا نقش نهادهای بین المللی، سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل و یه نهادانی نقش دنیگا معشوم ملت تو که به هر حال رنگی که باید معرفی به من معرفی نبید تگن تو بازی مردمی دنیگا اشان باره آشنایی نیست و اکثرا هم کما انسانانی نقص بید که آگاهیش کمتره. به هر حال انسانهای آگاه و تحصیل کرده یعنی اگر نقص ببید وقت واکنش پیش دارن تو وقت خیلی سریع هم گزارش دهن به مختلف نهادان و یه به هر حال رسانه‌ای و شما حقوق بشری گروه و سازمانانی وظیفه که یک کار ما شما دیما ببریم. بعد اعدام آن موضوع به هر حال مزنه موضوع باز وقت لوٹی که ما موضوع سر کار بکنیم به هر حال وقت محدوده. ما مرچی به هر حال شما را گم هم دیوان بیتگیم کوشش کنیم که بازی موضوع یکون شما در میان بلین. دیگه یک موضوعی که بلوچستان تو که به هر حال سک باز آمار سرکوب و کشتار و زخمی کنک بلوچانی سوخت برانی مسئله که به هر حال یه 2021 سالا سوخت بران واسطه به هر حال شرین سالی نیاد و سک باز مسئله پیشاد که و مهمترین مسئله سراوان مسئله که 40 سوخت بر یک روچی تو که کشک بید. شما میواسطه سوخت بران باره هم توضیح بده که آیا شما طبق آمارهایی که شما را هستن چون نفر سوخت بر یه سالا کشک و زخمی کنک بیت و دیگه مشکلاتی که پس سوخت بران پیشاد که یک توضیح کاملی به ما رو بده. بله حقیقتی موضوع سوخت بران یک موضوع بزرگ سکه مزنی موضوعی در بلوچستانه. اگر ما ریشه یا بررسی بکنه بازم برگردی ریشه‌ای به دولت و جمهوری اسلامی ایرانه، به خاطر اینکه زیر ساخت اقتصادی نیسته و بیکاری در بلوچستان بیداد کنته شهروندان بلوچ دیگه ناچارن به طرف یک کار مرگبار بروند. حالا چه کسایی که تحصیل کرده بند، چه کسایی که به اصطلاح هم هر انسان معمولی تنها آسانترین راهی که آسانترین نه در واقع خطرناکترین راهی که به خاطر یک لقمه نان حاضرین که خطرناکترین راه به خاطر لقمه نان گام بلیته همه سوختبریه. در یک سوختبری آخه از یک ماشین سوختبری در واقع نزدیک 5 الی 6 خانواده نان وارده. نه تنها یک نفر سوختبر و تمام خانواده ها، کسی که سوخت تهیه کنده، کسی که سوخت به ماشین رسینیده و راننده و همراه راننده، یعنی در مجموع حداقل از یک ماشین سوختبری نزدیک شاید گشتر چه 30 نفر الی 20 نفر نان ورنده که در واقع با کشک به یک شخص و سوچک ماشین و از بین رفتن همان سرمایه یه چندین خانواده کلا متضرر بنده. طبق آمارایی که ما را هسته حالا در کمپین فعالین بلوچ حداقل در یک سال اخیر 60 الی 70 نفر گیشتر سوخت بران کشک بیتگن و 10 نفر دیگه هم زخمی بیتگن. مسئله که هست متاسفانه دولت هم وقتی که نیروهای نظامی و امنیتی وقتی که سوخت برا مورد تعقیب قرار دهند با اینکه قوانین جمهوری اسلامی اجازه نداده که تیراندازی مستقیم به سر ببیته یا بالاتنه ببیته، ولی نیروهای امنیتی در بلوچستان که مثل این که یک استثنای خاصی آیان هستند در بلوچستان هر کاری انجام بدهند راحت به سوخت تیراندازی کنند یا به سینه و سر راننده و همراه راننده شاگرد تیراندازی کنه که منجر به مرگ مستقیم بیته که برخلاف حتی خود قوانین جمهوری اسلامی. ولی خب قوانین جمهوری اسلامی ایران که بلوچستان منطبق نبیته اعمال نبیته. یه مسئله موجب بیته که خیلی از سوختبران یا چپ کنه اوت ماشین نان یا کلا جزغاله بندر ماشین اوت ماشین تو کاسو چنته. ما را تقریبا 2 روز پیش یک کودک بنده خدایی که نان آور بود خانواده بیته توسط تیراندازی نیروهای نظامی کشک بیته. یعنی نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی به هیچ وجه مسئله رعایت نکنن که حداقل اگر تیراندازی کنه تیراندازی بسا هشدار بده، نه اینکه تیراندازی به قصد کشت ببیته. ولی خب در بلوچستان به قصد کشت به سوختبران تیراندازی کنند
در خیلی از مسائل همچنین متاسفانه وقتی که سوختبر هم زخمی بیته نیروهای نظامی و گنده ماشین هست و چگن در بعضی از حالات ویلش کنه و روان تچنته سوختبر همودا به خاطر زخمی که هستیم و خونریزی که هستیم یعنی که به خاطر که آتش سوزی قوی جان و تا از دست داده. یک مسئله دیگه در یه رابطه هسته اشن که سوخت بران متاسفانه ناچارند در معذرت لطفاً یک موردی هست که منی ذهنا پره در مورد سوختبران به سوختبران ولی خب بعد وزای اشاره کنم یه موضوع خیلی مهمیه. حتما ادامه پدا شما ذهنا که احتمالاً آموزون سر ما پدا بحث کنیم. بعد ما شما بحثا گوره ادامه دهیم گو زندانیانی که یعنی هستن فعالین سیاسی و مذهبی که شده زندانه به هر حال یه بلوچ هم مثلا هم مشکلش اینه که اقلیت مذهبی و سنی مذهبی که ایران تو که به هر حال به شدت سرکوب بگی. بعد در کنار آیا بلوچانی وقتی مسائل ملی ها و بازی بلوچه په همه مسائل ها زندانه اشان باره هم په مارا توضیح بده و یا ویژن توضیح مولوی کوی باره بده که مولوی کوی وضعیت انی چه وضعیتی تو که و آیا به هر حال حکومت چی لوٹید آیا وایل بکند بدارید یا همه مرخصیان سر بدارید چکن بری یک ماه مرخصی دهند تو پدا لوٹند زندانا یه موضوع سر هم مارا توضیح بده. متاسفانه فعالان مدنی یا فعالان قومی یا حتی فعالان ملی مذهبی در بلوچستان تحت فشار مثل بقیه دیگه فعالان، حالا بعضی از آیان در زندانه. قضیه زندان حالا گذشته از این که خیلی به خاطر مذهب و به خاطر دین وطن مورد نقض حقوق آیان نقض حقوق قرار گرفت. در داخل خود زندان نقض زندانیان هم حقوق زندانیان نقض بیده سر مسائل نماز یا اهانت به صحابه و ائمه اهل سنت که لوتن زندانیان اهل سنت گشتر مورد شکنجه قرار بدهند. یه مسائل کلا مطرح بیگاین. خب زندان حالا به مولکوهی اشاره کنیم ولی خب قبل از آیشیه بگوشن که در مورد زندان زاهدان سالها که یه نتیجه‌ای که به دست آمد که سالها از وضعیت زندان زاهدان که گزارش شده به سازمان حقوق بشری نتیجه ایشی بود که بالاخره یه زندان توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفته که یه نکته در واقع خیلی نکته مهمیه و خیلی در واقع ما به عنوان یک برگ برنده شه حساب کنه. یه نتیجه مثبتی از گزارش دهی‌های مستمری بیتک در مورد وضعیت زندان زاهدان که در واقع شکنجهگاهی یه زندان و خصوصا زندانیان ملی مذهبی در یه زندان به صورت وحشیانه مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفته و همیشه مورد اهانت قرار گرفته که یه نتیجه آن بالاخره یه چیز یه نتیجه داد که آمریکا یه زندان تحریم کنه. ولی خب معنی تحریم چیه؟ ایشن که هر کارمندی در یه زندان، هر مسئولی در یه زندان و هر شرکتی و سازمانی و تی زندان معامله که مورد تحریم قرار گرفته. یعنی اگر شهروندان بلوچ الان اگر خانواده های زندانیان گزارش بدهند در مورد هر شهروند بلوچ بالاخره اگر بزانت یک کارمندی از کارمندان زندان یک مسئولی از مسئولان زندان نامه مشخصات بزانت به سازمان حقوق بشری برسینی به کمپین برسینی یا به سازمان دیگه برسینی یه شخص فقط همین که گزارشی به سازمان های حقوق بشری بین المللی برسی یه شخص در داخل ایران و در خارج از ایران مورد تحریم قرار گرفته. یعنی حداقل نتونی خارج از ایران سفر بکنه چون مورد پیگرد قانونی قرار گرفته که یه مسئله هم خیلی مسئله مهمه. اما در مورد مولوی کوهی فقط به خاطر حمایت از تظاهرات آبان ماه بیشتر به خاطر دادخواهی از وضعیت سوختبران بیشتر تنها چیزی که گوشه که سوختبران مکشه وضعیت زندگی مردم ها بهبود ببخشه دولتی گوشتگه که ما دید متاسفانه درخواست‌های مولوی و اعتراض‌های مسالمت آمیز مولوی بیه منجر به که به دادگاهی بکشنتی و به زندانی دار بده. البته از مولویش لوٹتگه که حداقل یک اعتذارنامه یا یک تعهد امضا بکنته
تا همه چیز خاتمه پیدا بکنه. اما مولوی یه چیز قبول نکوته، گرچه اعلام کرده اگر من روچ یه گپا بکنم، اگر من اعتذار بکنم تعهدی بدم، بزنه که من زیر فشار من یک کار انجام دیده. اما موردی که مولوی گرگی جک مادی با فشار و تحت فشار اطلاعات مجبور بی که تعهدنامه و اعتذارنامه بوانیده. مولوی کوهی حاضر نبی که یک کارا بکنته، در نتیجه حکم زندانش داته که تا الان حکم زندان و تا گوازیه نگه. منتها وقتی که حالی ناوش بیت مولوی وضعیتی گنده برابر نه، یک مرخصی های یک هفته‌ای، چند روزه، 2 هفته‌ای دیانتی که گوشم ما بادا در زندان بمیرید که یه مشکل دیگه ادبی پایان، شاید دوباره بلوچ باد بیاین و اعتراض بکنن. ولی در مدت اخیر ما گنده که چون چند ماه گذشته وضعیت مولوی مناسب نبیده، با چندین بیماری دست و پنجه نرم کده که یه مجبور بیتگن هر از چند مدتی مرخصی بده انتی که اگر مولوی مشکلی پیش بیای خارج از زندان بره مولوی پیش بیایده. ولی خب مولوی یک صدای حقوی بیته در واقع برای ملت بلوچ. تنها چیزی که گوشتگنتی در واقع خواسته های معادی مردم بلوچ بیتگن و الان تاوان یه چیزا پس دیگه متاسفانه در زندان کپته و تا الان امید در واقع به آزادی نزدیکی نیست از مولوی. زندگ باته ما طبق روال عادی برنامه که اجرا کنه یا بهره چه برنامه به حال جنین نانی مسئله که وضعیت بلوچ جنین نانی و ما همی واسطه وقتی بحثان گوند گرین که گشته موضوع سرام واد ایر بکنیم و جنین نانی مسئله شما مثلا وضعیت جنین نانی کا چه ساعتی تو که گندگاه و با توجه به که مشکلات نه تنها که حکومت مشکل قانون به نفع جنین نیات برال برعلیه جنینانه و دیگه اجتماعی مسئله باره شما رو برال وقتی جامعه تو که جنینانی مسئله دنیگه حل نبید از نظر اجتماعی شما جنینانی مشکلاتن باره مسائلان باره هم کمپین برال فعالیت کنگیم شما توضیح بده که و وضعیت چه مدلی دیما رو بگیم و نقض حقوق زنان گشتر چه کجا مثلا اتفاق کپگیم و علتی چیه؟ متاسفانه باید بگویم که وضعیت جنینان در بلوچستان زیاد خوب نه. گرچه ما در کمپین فعالین بلوچ در سال 2022 ما را برنامه هسته که قضیه زنان و دختران بلوچ که شر برجسته کنک ببیته و در مورد حقوق آیان گشر کار کنک ببیته، یه برنامه شاید در سال آینده اجرا بیته. ولی وضعیت زنان بلوچ متاسفانه در بلوچستان، حالا ما اولا از آمارای دولتی اگر بگیریم، از نظر بهداشت و از نظر مرگ و میر کودکان، نوزادان و مادران باردار بلوچستان اولین استانه، از نظر که بالاترین تعداد مرگ و میر مادران و زنان دارید به اصطلاح. از نظر بهداشتی وضعیت زنان و سوء تغذیه زنان و کودکان بلوچ بدترین وضعیت در ایران دارند. ما بیایم از نظر تحصیل اگر هم بچاره، متاسفانه خیلی از زنان، از دختران بلوچ، خیلی از دختران آیان به اصطلاح از تحصیل محرومه. حالا یه محرومیت برگردی به خاطر اینکه خیلی از خانواده ها، بعضی از خانواده ها انگه اعتقادش هستن که جنین جاهلوگین و مدرسه یا نه، خصوصا در روستایان گشر ما یه مسئله مشاهده کنه. و مسئله دوم برگردی به اینکه دولت مدرسه نیست، اصلا مدرسه سازی نکنته. خیلی از روستایان فاقد مدارس هستن که خب خانواده هم به طبیعت حال نتونه وقتی جنکان مسافت های خیلی دور دیم بدن که روزانه تقریبا چندین کیلومتر برون بیاین تنهایی که برون یه مدرسه برسند. به کوتاهی دولت هم موجب بیده که خیلی از دختران بلوچ از تحصیل عقب بمانند. قضیه‌ای که خیلی از در واقع در سوشال میدیا هم منتشر به قضیه قتل ناموسی، هیچ انسانی حق نیست در واقع که قتل ناموسی انجام بداته. بالاخره اگر قانونی هست روال قانونی طی کنک ببیته، اما مادی که دو جنین گوشنت از طرف خویشاوندان آیان کشک بیته هم به خاطر مسئله ناموسی بیته که یه چیز واقعا محکومه. هیچ کس حق ندارید که زندگی یک یا به خاطر یه سری اعتقادات و باورهای شخصی
خاتمه بداته. راه های قانونی هستن اگر انجام ده یک بیبیت در یه زمینه. اما مادی در بلوچستان گاهگدار یه مسائل پیش کایم و هنوز سری مسائل حساسیت هستن. خیلی از خانوادهان اجازه نده متاسفانه مسائل منتشر بگن گوشن ته عیبه که متاسفانه نیاز به روشنگری و نیاز به آموزش رسانه‌ای برای مردم هستیم. ما باید بالاخره بفهمینه که جنین هم نصف جامعه و جنین هم اهمیت هسته. در خیلی از مسائل وقتی که جنینی مورد بالاخره عنف قرار گرفته یا حتی کشک بیته، ما را خیلی اعتراضا رسید که شما چه خبر را پخش کنه. یعنی یه جای تأسف این که خیلی از خانوادهان ناراحت که ما مسائل زنان هم منتشر کنه یا گوشه حتی تا جایی که اجازه هم ندن که اسم منتشر بید. گوشه شما می آبرو برده. یعنی متاسفانه مسائل گنده یه آبروریزیه که در جامعه بلوچستان، در فرهنگ ما بلوچان یه چیز واقعا یه چیز اشتباهی که باید توسط نهادهای مدنی، توسط رسانه ها، توسط فعالان مدنی در داخل یه چیز باید گشه روشنگری کنک ببیده. یه مسئله دیگه هست، مسئله بالاخره مسئله که مسئله ازدواج زودرس دختران بلوچ که خیلی از یه مشاکلان که پیش کاریده دختران خردسال مجبور به ازدواج به طرف خانواده‌یان آیان، که در حالی که یه دختر جایی در مدرسه و جایی که آموزش بگندیده، اما متاسفانه ما گنده با سن خیلی یعنی با یک مردی شاید با اختلاف سنی خیلی بالایی هستن ازدواج کنده که متاسفانه مشکلی و معضلی در واقع وجود کاری مشاکل خانوادگی ایجاد کنده و در نهایت هم منجر به که جنین مورد شکنجه همسر قرار بگیرید یا حق حقوقی هم ضایع ببنده. دقیقاً من وقتام یه مسئله سر آیگی گه یک مسئله برال چند همسری و یک چوکلکانی سیرده یک بلوچستان دوگه برال سک بازین زیکین روچه دنیگه 24 ساعت هم پورانه سبتوال سیستان بلوچستان گزارش داده که گیش چه 2500 نفر چوکلو که 5 تا 14 ساله بلوچستان تو که یک سالی تو که اشان سیر کته و برال بازین چه اشان نیم مثلا مات بیتگن، یعنی یک چوکلو که 14 ساله یا 12 ساله وقت پدا دیگه چوکلو که مات ہیں و یہ یک مزنی مشکلی برال یہ مشکل مثلا یک بخشش جامعه برال اما رادیکالیسم مذهبی ہیں. حالا مذهب هیچ وقت به بلوچ مشکل نبید تا برال بلوچ دروچ سایروچ 10 سال نه مسلمان بیتگن بلوچ سک دیره مسلمانند ولی مذهب هیچ وقت به بلوچ مشکل نبید تا ولی مرچگی روچ ما گندگان یک رادیکالیسم چه این مذهب تو که برال درت که و آ بخش مشکل جوړ کنه که په مسئله به بلوچ برال په اجتماعی مشکلات کنه یکی چه این مشکل شما وقت اشاره کد مسئله چوکلکان سیر کنه تو یکی مسئله چند همسری که یه دوی مسئله یعنی علی به یک بحث هر واده بی و تندروهای افراطی و قسمت افراطی جامعه گوشی که نه شما باورهای مذهبی توهین کنه گاید برال شما یه بخش هم مثلا گشتر توضیح بده که ما اندگه دنیای امرا ببین آیا یه چیزان جلو گرک توهین به باورهای مذهبی یا احترام به کرامت انسانی؟ من نظر به احترام به کرامت انسانی برای من به عنوان یک خبرنگاری ابرکنگام حالا شما به عنوان مدیر کمپین فعالین بلوچ می‌واسطه گشتر توضیح بده که شما گشتر یه موضوع باره آگاه و زانید. حقیقتی اگر ما نسیج جامعه بچاره اگر یک زمانی یه مسئله مشکلی نبیده اما با پیشرفت حاصل با وضعیت جدید جهان بالاخره ما هم جزء جامعه جهانی با پیشرفتی که حاصل بیده در واقع کودک همسری یک جنایت حساب بیده. آخه شاید در زمانهای گذشته مشکلی نبیده اما الان واقعا یک دختر 14 ساله 13 ساله 12 ساله یک کودکی اصلا انگا مفهوم زندگی مفهوم تربیت در مغز آیا که شکل نگرفته. ایشی چطور مادری بی چطور چوک تربیت بکنده. قضیه تنها ازدواج نه، بالاخره تربیت نگهداری خانه اداره خانواده که گشتری زنانی مسئولیت با عهده گرگایم که در حال حاضر خیلی سخت هستن. حتی کسایی که رادیکالن به یه چیزان اعتراض کننده اگر واقع بین ببنده آخه همیشه بیه نظرن که ما از طرف به اصطلاح آدمایی که
تحصیل کرده آدمای وطن غرب متهم کنن که گشتر آدم غرب زدن که یه مسئله دامن جننته. اما اگر به صورت جامعه شناسی یا به صورت واقع بینانه بچارنته، آخه دختر 14 ساله دیگه امکانی نیست که الان خانواده تشکیل بده. بالاخره سیستم زندگی و سیستم جامعه در گذشته فرق بوده با وضعیت الان که یه چیز در واقع امکان پذیر نهه که یه دختری بیایت خردسال کودکی بیایت که همسر ببیته. وضعیت در واقع اگر یک کار انجام بگی ظلمی با کودک بیته، چون در واقع هنوز یه شخصی کودک مثلا یه دختر انگه کودک با آن نضج فکری و حالا شاید نظر جسمانی، حتی نظر جسمانی انگه با نضج کامل نرسته، ولی خب حقیقتی یه چیز باید محکوم کنک بیته. گرچه الان خوبی هم هستن خیلی از فعالان مدنی که در داخل بلوچستان هستن و خصوصا خود زنان هم هستن یه مسئله سر کار کنگایم. ما خیلی از فعالانی هستن در یه زمینه تا جایی که تونگایم در زمینه آموزش و در زمینه کودک همسری کار کنگایم که ما یک در واقع فعالیت امیدوار کننده گنده. وقتی که خود جامعه گشتر آگاهی پیدا کنته ما یه مسائل کمتر پیش کاینته. اگر ما هم مقارنه بکنیم درسته که الان بلوچستان البته به آمار خود جمهوری اسلامی ایران بالاترین آمار یکی از بالاترین آمار کودک همسری هستنی، اما اگر ما مقایسه کنیم با سالهای گذشته ما احساس کنیم کمتر بیانه و هرچه جامعه گشتر آگاهی پیدا بکنه و خانواده گشتر آگاهی پیدا کننده 1% پایین کیته. زندگ باته ما شما بحثا و تیگا شما ابر من تمام نیاد یعنی که شما رو گپ تمام کنید شما تو گپ تمام کنه که ما شما ادامه بحثا ببرین دیگه موضوع سره. بله قضیه اینه که در واقع مخالفت با تعالیم اسلامی یا مخالفت با اسلامه. بالاخره همون شما گوش که تندروان که یه مسائل حساسیت برانگیزه. خیلی از اسلام گرایان و خیلی از علمای ما حتی مخالف کودک همسری در داخل استان بلوچستان، گرچه آن صدا باز بلند نبیده خاطر اینکه از طرف همه علمای رادیکال مورد هجوم قرار گرفت و برچسب‌های خاص جنگ. ولی ما خیلی از علما در بلوچستان داره که حتی موت وقتی ارتباط برقرار کنه مخالف یه مسئله هستن و همیشه هم گوشنده که ما به هیچ وقت پیشنهاد ندهیم که در واقع اگر قضیه مثل یه قضیه دست پیش ما هم برسی ما ممانعت کنیم و مشورت دهیم که به اصطلاح و نصیحت کنیم که یه ازدواجان انجام مگرنده. زندگ باته ما شما باید امیدوار ببین یک روز هم کودک همسری بلوچستان تو که برال کودکانی سیرده یک جرمی ببین تو هم چند همسری حالا رادیکالیسم پاکین دنیای جوامعان تو که هستن بله قانون و پلیس و دادگاه هستند که آین دیما بگیرند. منتوار شما که گشتر توضیح دادی مسئله باره دیگه یک مهمه مسئله شنکه تحصیل برال چوکلکانی کودکانی که ماشمازانی بلوچستان برال یه چند ساله که سوشال میدیا فعال بیتگم برام من یه حالا سراسر ایران نیزانه که بلوچستان وضعیت آموزش به چه شکل دیما رواگید و چطور ودم چوکلوک مثلا درج که چهره نندن درس وانه بجاش که برو مدرسه درس وانه و یک مدرسه عکس هم اتفاقا آتیه که ود مدرسه نیست یک کفریه ولی آموزش پرورش یا ایران حکومت به جایش که ود ساختمانی ببندی فقط پرچم جمهوری اسلامی یا کفر سر جتگه تو که مثلا نشان بدن که ایده مدرسه و مکان اداریه. شما میواسطه توضیح بده که وضعیت آموزش ودا چطوره؟ البته دیگه امکانات رفاهی باره هم اگر بید توضیح بده میواسطه. بله حقیقتی و حالا حتی خود آمارهای جمهوری خود آمارهای جمهوری اسلامی ایران گپ کننده به خاطر بشه یعنی وضعیت اینقدر افتضاحه که جمهوری اسلامی مجبور بیت گوشه از یه مسائل مطرح کنه. درست کامل موضوع مطرح نکنه ولی اینکه جمهوری اسلامی بوشید وضعیت تحصیل در بلوچستان خیلی بده این تا دیگه ضرب صدی که اصلا ضرب هزاری بکنه وضعیت بدی وضعیت تحصیل و آموزشی در بلوچستان. ما را تقریبا گیش 100,000 تقریبا نفر هستن که از تحصیل باز ماندن چه کودکان توانایی تحصیلش نیست حالا به خاطر فقر یا به خاطر نبود زیرساخت آموزشی مدارس که همونطور شما اشاره کنیسته از 30 سال پیش که 35 سال پیش که ما دانش آموز بیتگیم وزیر درختان وانگا بیتگیم
مروچی درختان هستم دانش آموز انگا وانه گاین 30 سال دولت هیچ کاری انجام نداده که کلا باید در بلوچستان ما گنده دولت سعی کنته پاسگاه ببندیده نزانو پایگاه بسیج در هر روستا پایگاه بسیج درست بکنته، اما توانایی نیست مدرسه در روستایان درست بکنته. ایشی نشان داد که خود دولت زیاد اهمیت نداده به قضیه تحصیل بلوچان و به آموزش فرزندان بلوچ. در واقع هم بلوچستان جزو بالاترین آمار فقر و بیسوادی در بین استانهای ایران به بلوچستان اختصاصی هسته. یعنی ما اگر بچارن حالا بر طبق آمار بدترین وضعیت بلوچستان اگه در بین استانها هر چیز بدی هست بلوچستان در بالاترین بالاترین رتبه قرار دارید. قضیه ایشن که در مسئله آموزش یعنی خود دولت و خود سیستم جمهوری اسلامی ایران یک در واقع به صورت عامدانه هدفی هستن که فرزان بلوچ بی سواد بمانه که هرچه یه جامعه بی سوادتر بیته دونشان بهتر کنترل بکنند. یعنی به می خاطر ما گنده که متاسفانه هیچ گونه امکانات آموزشی درستیه یا برای بلوچستان فراهم کنگ نبیده. در نتیجه همه وضعیت بیسوادی ادامه پیدا کنته و همه کودکان بلوچ در ناچارن در آینده مجبورن برای سوخت بر ببنده و نتونه ادامه تحصیل بدهند. از طرف دیگر با وضعیت کرونایی که کالا آموزش آنلاین دولت که یه ضربه خیلی بزرگی به دانش آموزان بلوچی جد، چون خیلی از خانواده اصلا فقیرن، توانایی خرید یک گوشی یا تبلتی نیستنش که بازم تعداد سک بازی نیچه کودکان بلوچ خصوصا در روستاها چه تحصیلا جا منته. حالا علاوه برشی کسی که هم که تونته گوشی پوت چوکا بگیریته بازم نبود اینترنت در مناطق بلوچستان بازین چه دانش آموزان از تحصیل عقب ماندگن. خیلی از عکسایی که از روستایان 10-20 بلوچ بالای یک تپه جمع بیتگن که همون یه آنتندهی ضعیفی هست که بتونه فقط درسان بوانه حالا روی چوده جنگه حالا یا وقت هوری بیته خیلی گرم بیته ولی ناچار بتونه بننده هنچو که شاید یک کمی بتونه درس بواننده که ایشی در واقع یه نتیجه خیلی منفی هستی بر روحیه دانش آموز. کلا دانش آموزان ناامید کنده که ادامه تحصیل بدهند. یه چیزی که جمهوری اسلامی ایران لوده کلا امید در دل کودکان و جوانان بلوچ بکروشیده که دنبال تحصیل هم مرونده. قضیه دیگه که هست ما خانواده های بیشناسنامه ما را بالای 150,000 خانوار بیشناسنامه در بلوچستان هست. ایشان چوک از تحصیل عقب مانده، اجازه تحصیلش نیست به عنوان شهروند جاهرگ نبه. حالا گرچه مدیر کل آموزش پرورش اعلام کرده که ما فرزندان بیشناسنامه‌یان برای آموزش قبول کنه، اما در واقع همچه چیزی اتفاق نکرده. یه تعداد خیلی کوچیک شاید قبولش کنه ولی بعد از دیگه خیلی از کودکان بیشناسنامه همچو بی تحصیل ماندگن و مورد پذیرش در مدارس قرار نگرفتگن. زندگ باته شما باز وش جامعه توضیح میواسطه داد. برحال ایران حکومت و اصلا اگر ما جمهوری اسلامی رو برحال ادامه بدین 10 سال 20 سال حتی 100 سال برین ما هم یه مسئله به نظر من حل نبند چه که آیا اصلا اراده پای مسئله حل کنه نیستی. چه مسئله بیشناسنامه هم ببین که 50 سال پهلوی بیته و 43 سال این مولان حکومتی که آد که حل نکوته این مسئله نزدیک 100 سالین و دیمتران ایشی حل نکنن تا بلوچ معلوم پاد میدوتی حکم گیرید. برحال مدرسه هانی شما وقت اشاره کن شما باش که یه چوکلوک مزند بند سوخت بر بند برحال جمعیت هانی معتادانی هم سک بازی اکثر کسانی هم که اعتیاد نمیگاره ما مواد مخدر نمیگه چه فروشنده ببند چه مصرف کننده و معتاد ببند، اما کسانی هم که برحال چه مدرسه یا چه درسوانه محروم بیتند. شما پا وشی اشاره کتی موضوع و من شما را یک قولی هم ادا گرم که من برنامه چهارو دیما که شما دیگه وقتی هم ما را بدیه پا دیمی برنامه ما شما پدا امرا ببینیم و یک دیوانی دیگه بگیریم که پا این موضوع گشتر بر بکنیم. منت وارشم. سلامت به من خیلی هم خوشحال بیتون. در واقع کار شما یک کار جهد خیلی بزرگی که انجام دیگه در زمینه آگاه سازی. ما هم گام به گام و شما هورم در خدمت شما هسته. سلامت به.
یک موضوع دیگه که من لطفاً در آخر اشاره بکنم اگر اجازه بده، قضیه این که بلوچان امیدوارن که شهروندان بلوچ از مطالبه حق وقت ساکت منندند. هر نقضی که مرتکب در حق آن مرتکب بیگن گزارش بده و ساکت مننده. هر چه گشتر رسانه‌ای بی، هر چه گشتر آن وضعیت به سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها برسیده و ما مقدار یک کمی فشاران کمتر بنده. منتوار چه شما واجه عبدالله عارف مدیر کمپین فعالین بلوچ که یه برنامه گم هم رویده. سلام. بانکو واجام منتوار چه شما امرایی شب واش.